سلام خدمتتان. امیدوار هستم جور و صحتمند باشین. آخر هفته خوب و خوش پیش سر گذاشتانده باشین. تاریخ 7 است امروز. استاد خستم علومشین. ساعت 7 بجه خانه آمدم، در سر کوچ خدا انداختم. آلارم تلفن خدا یکیش 7:27 دقیقه جور کرده بودم، یکیش 7:30 جور کرده بودم. بسیار خواب عمیق برده بودیم. بسیار خسته هستم به او خاطر و بسیار مشکل خیستم. اگر صنف نمی داشتم صبح احتمال زیاد ساعت 7-8 صبح بیدار می شدم. تا این قسمت برای همگی قابل درک بود؟ یاد همگی آمد یا خیر؟ در داتیو و اکوزاتیو همین دو بخش درس خوانده بودیم و امیدوار هستم که تا این قسمت همه چیز یاد همگیتان مانده باشه که ما ادامهش به خیر ادامه بدیم. تا این قسمت یاد همگی است دوستان عزیزم یا خیر؟ یا sehr schön. اوکی، میریم دو بخش اخیرش مانده ادامه میتیم و بعد از او درس داتیو و اکوزاتیو ما در مرحله اول جدول ما تکمیل میشه. میایم درس خود ادامه میتیم.
یک تکرار کو برادر دیگه. تو واقعا ما بر تو درس 3 روزه بر خودت از سر تکرار کنم. اوکی، بخش بعدی اگر و یادتان باقی مونده باشه، ما و شما در شروع گفته بودیم که آرتیکل ها به چند نوع است. گفته بودیم آرتیکل ها به 2 نوع است: آرتیکل های مشخص یا معین و آرتیکل های نامشخص و نامعین. آرتیکل های مشخص و معین این دی دست بود که حالت داتیو داشت و حالت اکوزاتیو داشت. و آرتیکل های نامعین ما چی بود؟ 2 دانه بود: عین و عینه بود. و ما و شما تفاوت عین و عینه را در کجا خوانده بودیم؟ گفته بودیم که عین هرگاهی که آرتیکل اسم دی و دست باشه عین می شود و هرگاهی که آرتیکل اسم دی مفرد باشه عینه می شود. و این و عینه، این عین و عینه وقت استفاده می شود که اسم نه به داشته باشه نه را داشته باشه. به طور مثال یک مرد، یک خانم، یک موتر، نه یک موتر را، نه به یک خانم. ما و شما در این بخش از داتیو و اکوزاتیو یاد گرفتیم که چطور ما و شما میتونیم بگوییم خانم به خانم، خانم را، مرد به مرد، مرد را، طفل به طفل، طفل را، اطفال به اطفال، اطفال را. اما حال وقت چی رسیده؟ حال وقت ازی رسیده که ما و شما عین و عینه اگر باشه، مثلا ما داریم که خانم به خانم اگر باشه که یک خانم بگه من به یک خانم کمک کردم یا کمک میکنم، یک داشته باشه و همچنان به داشته باشه. باریکی رو متوجه میشین، درست است؟ حال منظم نوشتهش میکنیم. در قدم اول عین اول ما و شما داریم، از حالت دی میگیم میشه عین. ایره همگی یاد داشت که به معنای یک. به طور مثال مرد چی رقم میگفتیم؟ ما و شما میگفتیم دی من. به معنای مرد بود. اگر میخواستیم بگیم یک مرد، عینه نمیگفتیم بلکه عین من میگفتیم، چرا حالت آرتیکل نامعین دی عین بود. یک مرد. اگر میخواستیم میگفتیم به مرد، میگفتیم اینجا داتیو است. داتیو معنای بر ایجاد میکنه و در زیر دیا به جای دیا چی میگفتیم؟ دیم میگفتیم، میشد به مرد. آرتیکلش را تغییر میدادیم. حال وقت ازی رسیده که ما دیگه نه مرد میگم، نه یک مرد میگم، نه به مرد میگم. میخوایم بگویم که به یک مرد یک داشته باشم، به داشته باشم. از یک طرف دیگه میگم که خود عین یک آرتیکل است، خود دیم یک آرتیکلی است که در حالت داتیو. چی باید بکنم که اگر در یک جای به طور مثال پیش میآید، ما میخوایم بگویم که من به یک مرد کمک میکنم، به یک مرد کمک میکنم. عین اگر استفاده کنم من بگویم خود یک مرد تکرار میشه. اگر دیم بگویم و من این خود به مرد میشود.
حالا باید یک ترکیب پیدا بکنم که از عین هم یک باشه و هم دیم باشه و در قانون آلمانی دو آرتیکل همزمان استفاده نمیشه که من بیایم بگویم که ein dem Mann. نه خیر، قانونی اگر فکر بکنی از روی ورق باید هم یک بگویم ein و هم بره بگویم dem بگویم، اما دو آرتیکل چی میشه؟ در تضاد با هم دیگر قرار میگیره. دو آرتیکل همزمان ما استفاده کردن نمیتونیم. پس راه حل چی است؟ نه ایره گفته میتونیم اول، نه ایره. میگه دستور زبان آلمانی میگه یک راه حل پیدا شود که از دو آرتیکل یک آرتیکل بسازیم. راه حلش به چی است؟ میگیم ein نوشته میکنیم، ein خودش در اینجا از آرتیکل دیمی که بر مرد دیه بود صدای بر ایجاد کرده بود، دو حرف اخیرش در آخر ein اضافه میکنم. دو حرف اخیر دیم چی است؟ am است. پس از هر دویش یک کلمه درست میکنم، einem میگم که کار یکی که در اسم دارم ای افاده شود، بایی که در اینجا دارم که دیم در اصل بود، از ein و دیم یک ترکیب یک جایی یا تشکیل میتونم، یک آرتیکل میسازم. خرما، ثواب، بدارم، یک دارم و دو آرتیکل هم زمان قرار نگرفت بلکه پس یک آرتیکل شد. einem Mann. با یک مرد. بسیار جایا پیش میاد که ما نمیگیم که با مرد، میگیم من امشب با یک مرد کمک میکنم. یا در بیرون بودیم میگی پولایت چی کردی؟ میگی من با یک خانم بسیار غریب بود کمک کردم. با یک خانم. چی وقت ما از یک استفاده میکنیم که اسم نامعین یا نامشخص باشه. این قانون به اینمی شکل به تمام ازیا قابل اجرا است. حال اگر ما براتون چالش بگذارم بگویم تکرار میکنیم، مرد دیه من میگفت، اگر قرار می بود که ما و شما میخواستیم بگویم مرد را در شب گذشته خواندیم، گفتیم که اکوزاتیفش را صدایش ایجاد میکنه. ما باید چی بکنیم؟ باید با جای دیه من که معنای مرد میته بگویم دین من، مرد را. دیه من مرد، den man مرد را. ein Mann یک مرد، حالا میگیم من یک مرد را در شهر دیدم. من یک مرد را در شهر دیدم. این گپ است. یک مرد را. این داریم که یک است و دین داریم که را است. نظر به تعریف قبلی چی میکنیم؟ از دو آرتیکل یک آرتیکل درست میکنیم. یک نماینده از یک میگیریم، یک نماینده هم از را میگیریم. پس ناگزیر هستیم که این آرتیکل اصلی است، نوشتهش میکنیم. این بار این کار میکنیم، دو حرف اخیر آرتیکل مرد در اکوزاتیو انتخاب میکنیم. دو حرف اخیرش چی است؟ ان است. پس انگامی که ما نوشته کنیم einen Mann به معنای یک مرد را. اینال کسانی که با درس کاملا جدید بودن شاید بعضی مواقع با این فکر می شدیم که چقدر آلمانی سخت است، یک دفعه این است، یک دفعه اینه شده، یک دفعه اینم شده، یک دفعه اینن شده. ای چی معنا میده؟ آیسته آیسته به امون معما نزدیک میشیم
و معما در حالت ال شدن است که اینم وقت میایه که آرتیکل دیم که با است هدفش با عین که یک است میخواین یک ترکیب مشترک ایجاد بکنن. و یا همچنان اگر ما و شما یک داریم و را داریم، از یک را میخواین یک ترکیب یک جا درست بکنن که میشود یک مرد را، یا به می شکل هزاران اسم دیگه ای که آرتیکلشان دی باشه و ما بخوایم یک دی من مرد، دی من با مرد، این من یک مرد، اینم من با یک مرد، دی من مرد، دین من یک مرد را، این من یک مرد، اینن من یک مرد را. حالا فهمیدیم که از کجا میه. اگر یادتان باشه 2 شب قبل به شما گفتم یا حتی در روز چهارشنبه که مهمترین وظیفه ما و شما در این مرحله چی است که باید حالت داتیف و اکوزاتیف 4 آرتیکل اساسی را همگی حفظ بکنه. اگر همگی یاد داشت که دیا دم میشه و دن میشه، دی دیا میشه و دی میشه، تمام اینی بخشای پرچالش خودش حل میشه. پیش از اینکه سراغ آرتیکل دی با این بریم، بیاییم یک مثال دیگه هم کار میکنیم که بیشتر متوجه شویم. میگیم که بعض معمولا آرتیکل های با اسم های زندجان یا انسان زیاد کاربرد داره و را همچنان باز به اسم های بیجان معمولا را زیاد کاربرد داره. به طور مثال ما و شما میگیم من میز را آشپزخانه میبرم، اما با میز بسیار به ندرت پیش میاد. با میز چی؟ اگر ما میگیم با میز ما سرمیزی میخرم، در آلمانی نمیگن با میز، او را میگن برای میز سرمیزی میخرم. اما اسم های بیجان اکثریتشان را داره. به طور مثال ما و شما میگیم میز با آلمانی چی میگن؟ der Tisch. این بسیار مهم است که من اول بفهمم به این نتیجه رسیده باشم که میز تیش نمیگه، دیا تیش میگه، با آرتیکل یاد گرفته باشم. دیا تیش به معنای میز. وقتی که در حالتی که میز نه با داره نه را داره آرتیکلش دی است، آرتیکل های دیا وقتی که یک باشه با و را نداشته باشه همیشه عین است. تفاوت میان عین و عینه را باید بسیار دقیق متوجه باشه. یک میز، ein Tisch. اگر حالا ما بخوایم بگوییم که من میز را آشپزخانه میبرم، میز در اخیرش دیگه تنها نیست، انجام دهنده کار نیست، مفعول جمله است. مفعول در زبان آلمانی یا با داره یا را داره. در اینجا میز چی داره؟ ما و شما یاد گرفته بودیم که میز der Tisch میگه، اما در جمله من میز تنها نیست، میز را میگم. ما و شما کار ما را اینی جدولک کوچک آسان ساخته، را را در اینجا میبینیم و دیر را اینجا میبینیم. پس به جای دیر تیش که ما و شما چی بگوییم؟ دن تیش بگوییم، به معنای از این که میز را. حالا در یک جای پیش میایه که ما براتون میگم که دوستانم من یک میز را پیش روی خانه‌ام دیدم، معلوم نیست کدام، برای شما نامعلوم میگم یک میز در آمیانه اگه بگیم یک میزه میگم، چون ما و شما نوشتار ما تا حرف زدن ما متفاوت است.
نمیگم به شما بسیار کتابی از روی خط بگویم دوستان من یک میز را دیدم. میگم من یک میز دیدم، اما این میزه شکل عامیانه چی است؟ میز را دیدم. اما آلمانی امو رقمی که گفتم نوشته کردن و خواندنش یکسان است، پس میگن من یک میز را دیدم. یک میز را من اینجا یاد دارم یک میز این تش میگم، میز را دین تش میگم. پس اگر ما بخوایم ام یک داشته باشم، ام را داشته باشم، پس سراغ چی میرم؟ سراغ ترکیب نمودن یا یک جا نمودن یک این و دین تا ام در کلمه خود یک داشته باشم، ام را داشته باشم. پس نوشته میکنم که einen Tisch. یک میز را. اینن از کجا شد؟ اینش از اینجا آمد، به خاطر را دو حرف دینه آوردیم در اخیرش اضافه کردیم که ام یک شد و ام را شد. تا اینجا ترکیب عین و عینم و عینن قابل درک بود بر امگی یا خیر؟ Sehr schön. میاییم ادامه میتیم. ما کسانی که نشته میکنین که سیروم شد خداوند خیر بده خوب یاد میتی میفهمونی، بر من جای خوشی امی است به خاطر که من میفهمم عزیزانی هستن که 8 سال از 10 سال از به خدا قسم شرکت دارن در آلمان. در بیرون مرا که میبینن میگن در وقت در سایت میگه ما 30 سال بعد در آلمان میشینه، میگه تا بال ما نمیفهمیم که چی وقت عینم بگوییم چی وقت عینن بگوییم. و بر من جای خوشی امی از شخصی که در اینجا تازه آلمان آمده یا امرای من تازه آشنا شده به باریکترین موضوعات و ظریفترین نقاط زبان آلمانی توجه میکنه. میاییم مثال کار کردن میریم. ما میگیم در حالت نومناتیو یا نورمال اران وقت که آرتیکل یک اسم دی باشه آرتیکل نامعینش دیگه این نیست بلکه اینه است. به طور مثال ما میگیم به آلمانی خانم چی میگه؟ هیچ کس نمیگه فراو بلکه میگن به آلمانی خانم دی فراو میگن. به معنای خانم. خانم قد بلند دارد. دی فراو است groß. آیا هیچ وقت پیش نمیه که اینموتو که خانم که میگن انجام دهنده کار است نه با داره نه را داره آرتیکل نرمالش استفاده میکنیم. هیچ وقت پیش نمیه که ما شما یک خانم بگوییم که نه با یک خانم بگوییم نه یک خانم را. به طور مثال میگیم یک خانم برم زنگ زد. کار کی انجام داد؟ فاعل کی بود؟ خانم. اما ما میگیم یک خانم درباره یک شخص نامعلوم گپ میزنیم، مجبور هستیم سراغ آرتیکل نامعینش بریم، اینه را جاگزین دی بسازیم. پس وقتی که دی فراو خانم باشه اینه فراو به معنای یک خانم.
یک خانم به من زنگ زد گفت که سبا دفتر رخصت از یک خانم این کار انجام داده. به فارسی ها ما نامعین میگیمش، آلمانی همچنان. کسانی که باز بگوین چرا خیلی بیشتر عین نشته کردین، نیاز بیشتر به توضیح دارن. عین وقت میشه که آرتیکل اسم دی باشه، آرتیکلش که دی بود عینه میشه. اگر ما و شما قبلا در 2 شب گذشته یاد گرفتیم که دی فراو به معنای خانم، اگر بگیم با خانم میریم سراغ چی میرویم؟ دی فراو. چرا دی فراو؟ چون آرتیکل دی در زیر با یا داتیو به دیه تبدیل میشه و وظیفه این دیه امی است که جای آرتیکل تکمیل بکنه، پر کنه و یک با در مقابل اسم اضافه بکنه. اگر قرار باشه که من در یک جای برابر شد و بگویم که من به یک خانم کمک کردم، نمیگم به کدام خانم، نامشخص میگم من به یک خانم کمک کردم. مشکل حالا مثل پیشتر شد که از یک طرف یک خانم میگم و از یک طرف با دارم. چی کار باید بکنم که یک حفظ بکنم در کلمه و با ایجاد بکنم در پیشروی اسم خود؟ پس این گپ است که میگن از 2 آرتیکل باید یک آرتیکل بسازی که یک وظیفهش ادا شوه و دیگه عینه فراو خب به معنای یک خانم. اما ما در اینجا یک با داریم، این دیه میگه خیلی عینه تو بیا به خاطر که تو تنها یک خانم معنا میتی 2 حرف آخر مرا بگی، 2 حرف آخر مرا بگی که مشکلت حل شوه با اضافه شوه. عینه میگه درست است، من میایم از دیه سپاسگزاری میکنه، برای دیه میگه که تشکر، خیلی 2 حرفت نمیگیرم چون من حرف آخر خودم ای دارم. امرای خود ای آوردیم. عین پیشتر ای نداشت که جای دیه را میگرفت، اما ای چون حرف ای با خود داره، 2 حرف ای پیش سر در زبان آلمانی ترکیب نادرست حروف است. میگه اما یک حرف تام که بتی بر من کفایت میکنه. یک حرف برش دیه میته. به چی خاطر؟ به خاطر که با در اخیر یا در مقابل اسم اضافه شود. کسانی که در درس متوجه هستند مطمئن است و یاد میگیرن، هیچ امکان نداره که یاد نگیرن. همین قسمت دی فراو، عین فراو، عینر فراو، پیشتر عینم و عینن داشتیم، بیخی دیگه حل شد که عینم از اینجا سرچشمه گرفت، عینن از اینجا سرچشمه گرفت و عینر از اینجا سرچشمه گرفت. فکر کنم کسانی که واقعا در درس توجه دارن متوجه می شوند. یک دوست ما میگه بزرگترین مشکلم حل شد. خدا را شکر. یک تعداد میگم روی آرتیکل خنثی پیش برو. دوست عزیز فکر کنم که خودت بسیار عجله داری. ما و شما میریم بازم نوشته میکنیم که خانم، دی فراو.
خانم را اگر شود، میاییم دی به طور معجزه آسا که ما را به جنجال نسازه که یک آرتیکل جدید از سر یاد بگیریم. حالت را یا اکوزاتیف دی هم بازم دی است. پس به معنای از که این دی نومیناتیو یا فاعل خانم، این دی در اینجا خانم را. میگیم که یک خانم واضح است که دی آینه می شود. حالا در طرف دیگه قضیه طوره که خودتان پیشبین هستین، پیشبین چی هستین؟ یک خانم را. آیا H در زبان فارسی پیش نمیه که شما در جمله تان یک خانم را بگویید؟ میاییم بسیار جگرخون دوستان عزیز، امروز در شهر یک خانم را دیدم که گریه میکرد. یک خانم را دیدم. درست است؟ انجام دهنده کار نیسته. پس میاییم میگیم که ما eine Frau به معنای یک خانم، die Frau خانم را. رای حله که ما بخوایم یک خانم را بگوییم چی است؟ میگیم امو رقمی که دی از حالت نومیناتیو به eine تبدیل میشد، در اکوزاتیو هم دیگه دی خودش مونده. وقتی که خودش مونده و آخر چی زیر در eine اضافه کنم؟ یک بار دی اینجا آمده و یک بار هم اینجا آمده. پس حالت امو رقمی که نومیناتیو دی و اکوزاتیوش که را است یکسان است، این آینه هم در اینجا یک بار وظیفه از این دی را انجام میده، یک خانم. اما اگر مفعول جمله بود در اینجا همچنان مثل دی آینه باقی میمونه. هیچ کدام تغییرات نیاز نیست که ما ایجاد بکنیم. eine Frau، یک خانم را. برای کسی اگر سوال پیدا شده که اخیر از این چرا نگرفت، دی تغییر نکرده که آینه برای تغییر کنه. دی مساوی میشه به آینه. پس دی که مساوی به آینه میشه یم دی است. ای دی با ای دی از طرز نوشتار هیچ فرق نداره، از طرز تلفظ هیچ فرق نداره. مثل که دی در داتیو دیا میشد، تغییرش کردن شکلش مجبور بودیم که آینه را تکمیل کنیم، رقم امی شکل بتیمش. اما در اینجا که این دی نه تغییر شکل داد، هیچ چیز نکرد، یکسان ماند، آینه هم اجازه نداره که تغییر شکل بده. چرا؟ چون معمولا آرتیکل های نامعین عین و آینه تحت تاثیر آرتیکل های اساسی هستند یا آرتیکل های مشخص با اساس ازوا وضعیت خود تغییر میدن. یک دوست ما کشت خود که استاد پشتو پویگی، استاد پشتو پویگی. دوست عزیزم، دی در کجا، درختا در کجا؟ اگه من پشتو هم یاد داشته باشم به حد یاد ندارم که من اینجا بیایم درس بویی ظرافتش با پشتو توضیح بدم. دوستانی که قلب ارسال میکنین، به خاطر از اینکه قلب همیشه نشانه از محبت است، جان سپاس. نوید جان که میگی 4 خانم را اگر بگویم، شاید بار صدم باشه که اونمو داستان خدای بیردی است که نفر نامش خدای بیردی بود، گفتن نامت چیز؟ گفت خدای
زدنش تکه کیش کردن که این دعوای خدایی داره. می او صدا کرد که مرا به بیردی گفتن شما نماندین، حالا شما مرا به بیردی گفتن نمیمانین. من هنوز در یک هستم نوید میگم 4 دانه خانم چی رقم بگویم. 2 سیر ایلا کردی اومدی از یک خانم میگیری که 4 دانه خانم چی بگویم. صبر بو که یک ذره حوصله داشته باش. در این قسمت دلش 4 تا زن شده. دقیقاً میخواد دلش از بگه که من 4 تا زن را یک جای میگیرم. حالا ایران مونده که این جمله را به نفر سوسیال چطور بگویه. دلش از که بگه من 4 زن را یک جای میگیرم. چرت از این میزنه که بیاد اینجا حداقل به نفر سوسیال قبول کنه همین جمله را اکوزاتیو درست بگویه. من ناگزیر هستم که یک گلاس آب باید بنوشم. من نمیفهم چرا بسیار زیاد تشنه شدیم. شما تا وقت نوشته کنین و سفر بسیار ضعیف لایک پیش میبرین. این درسای شواد درسایی است که باور کنین به یاد میمانه. بسیار بخش مهم و اساسی هستیم. من آب میارم زود. من میگفتم دخترها عاجز هستن به خدا. همینجا چندین کامنت دیدم که دخترها مثل مریم و فلانی و بسمدانی نوشته دارن که اهل شاگردا شوخی شروع استاد نیست. باور کنه ایواز اینی من توقعی من که بچه ها شاید یک ذره بازیگوش باشن لایک نکنن. دخترها من تا که برم پس بیایم مصروف لایک کردن است یا در فکر ازیستن که حالا بچه ها شوخی شروع که استاد نیست. اوکی میریم درس خدا ادامه میتیم. امور رقمه که دیا حالت آرتیکل نامعین یا نامشخصش عین بود، دست همچنان عین است. ما و شما به این نتیجه رسیدیم که آرتیکل نامعین که این قبلا هم براتون درس داده بودم 2 دانه است در مجموع. یکی عین، یکی عینه. عینه در حالت نومیناتیو مربوط دی میشه که من این رو براتون همیجا بانم. و عین یک بار مربوط دست میشه و یک بار مربوط دی میشه. دی جمع تعداد اسم از 1 دانه زیاد است. اطفال، دی کیندر. وقتی که من اطفال بگویم از کجا گفتم میتونم 1 دانه اطفال. عین و عینه به معنای 1 و اسم جمع 1 دانه نیست، از 1 دانه زیاد است. پس دی جمع آرتیکل نامعین ندارد چون تعدادش از 1 دانه زیاد است. ما میتونیم گفته من 1 خانم ها را در شهر دیدم، نمیتونیم گفته.
به او خاطر عین و عینه که عینه مربوط دی بود که قبلا کار کردیم و عین اولی هم مربوط ده بود و عین به دست هم تکرار میشه. حالا ما و شما میاییم بگیم که تفل باید امگی بفهمه که با آلمانی کیند نمیگه بلکه دس کیند به معنای تفل. وقتی که تفل که نه بداره نه را فاعل یا انجام دهنده جمله باشه، یک تفل چی میشه؟ واضح است که ein Kind. یک تفل. با زبان آلمانی اگر قرار باشه که ما با تفل بگوییم می آمدیم می گفتیم dem Kind. از کجا فهمیدم که با تفل dem Kind نشوه؟ واضح است دیگه das Kind با dem Kind. تفاوت das و dem در چی است؟ یکیش تفل بدون باورا، دیگهش با داره. حالا عین قضیه است. ما میخواییم بگیم که من به یک تفل تحفه میدهم. به یک تفل من کامپیوتر اضافی دارم، این را میخواهم به یک تفل تحفه بدم. به یک تفل هنوز مشخص نیست دیگه. این واضح شد که آرتیکل های نامشخص درباره اسم های نامعلوم گپ میزنه. به یک تفل راه حلش چی است؟ که ein جمع دیم کار شود که از یک آرتیکل داشته باشیم که ein میایه، آخر ein ای نداره، اما تنها گرفتن نمیتونه. آیا شما میتونین در یک اسم ان و اما پشت سر ام تلفظ کنین؟ نه خیر. پس امو قانون است که دو حرفش به خود اختیار میکنه. ein Kind یک تفل دو حرف بر میگیره تا این که با یک تفل جور شود. einem Kind با یک تفل. بسیار واضح دیگه عین قانون پیش میره. Das Kind تفل تفل را امو رقمی که دی در اکوزاتیف دی مونده، دست همچنان در اکوزاتیف دست مونده. پس das Kind تفل و دوباره اگر نوشته کنیم das Kind تفل را. اگر بخواهیم بگیم یک تفل ein Kind یک تفل را عین گپ پیشتر است. وقتی که دست که عین شده در اکوزاتیف دست مونده باشه که دست مساویس با عین، پس اینجا دست مساویس با عین، اخیرش هیچ چیز نمیگیره. چرا؟ چون ما دیدیم که معادل دست عین است. معادل دست در اینجا هم عین است.
یک طفل را. این بود قانون ابتدایی و اساسی استفاده جدول با آرتیکل های نامعین. در شب قبلی ما و شما حالت های با و رای ضمایر فاعلی را هم خواندیم. من با من را، تو با تو را، او مرد با او را، او زن با او را، او با او را، ما با ما را، شما با شما را، آنها با آنها را، شما با شما را. کلش خواندیم. حالا به خاطر از اینکه تیوری را در ساحه عمل پیاده کرده بتانیم، مثالک های خدا آیستا آیستا شروع میکنیم که آیا ما درست پیش رفتیم یا خیر. جمله فارسی را نوشته میکنم، کامنت ها را باز میکنم، مثل همیشه تکرار نمیکنم براتون. سوال کسی که جواب میده جوابای امونا را میخوانم. من با تو یک قلم را تحفه میدهم. شاید در وقت فارسی به تو یک قلم تحفه میدهم، اما در آلمانی اران اسمی که در جمله است به استثنای انجام دهنده کار یا فاعل. خوب دقیق گوش کنین. اران اسمی که در جمله است به استثنای کسی که امو کار در جمله میکنه. مفعول جمله یا اسمهای باقی مانده یا با باید داشته باشه یا را. اگر در فارسی شما با و رایش گفته شده بود، خب کارتان راحت است. میفهمین که اگر با بود داتیو، را بود اکوزاتیو. اگر را و با نداشت کمک منطقی برخورد بکنیم. بیاییم امی جمله را بیخی امو فارسی خود ما و شما را نوشته میکنیم. من با تو خب با داره داتیو شد، تو با تو. یک قلم تحفه میدهم. اگر مجبور باشی به خاطر که قانون داتیو و اکوزاتیو تکمیل شود، یک قلم اسم است در اینجا. امیال یک خواندیم آرتیکل با یک قلم با از لازم منطقی جرمیه یا را. اگر انتخابت یکیش باید باشه، میگی من با تو با یک قلم تحفه میدهم یا میگی من با تو یک قلم را تحفه میدهم. با وجودی که من در فارسی هیچ کدامش نداشتم، اگر در انتخابش مجبور شوین سراغ با میرین یا سراغ را میروین. را، دقیقا یک قلم را. پس در اینجا باید ما متوجه شویم که ما در زبان آلمانی با تمام اسمهای دیگه با استثنای فاعل یا انجام دهنده کار، شخصی که کار میکنه، باقی ماندهش اگر با و را داشت، ما و شما میریم با و را را خود بدون کدام مشکل ترجمه میکنیم. اگر نیک نداشت میریم تحلیل و تجزیه میکنیم که در اینجا ما سراغ آرتیکل داتیو برم یا اکوزاتیو. یک لحظه اگر فکر بکنی من با تو با یک قلم تحفه میدم چی معنا میده؟ بیخی کاملا اشتباه است. اما اگر بگوییم که من با تو یک قلم را تحفه میدهم، منطقی تر به گوش میرسه. پس میاییم ما و شما کسانی که آلمانیش نوشته کردیم شکر که یاد دارین، اما در اینجا با صدها نفر یا هزار نفر است که نیاز به
تعداب ازی دارن، ما باید کامنت های دارن نادیده بگیرم، چون بر از اینا قدم به قدم باید پیش ببرم. کسی که گفتیم با و را نمیگیره در اسم ها انجام دهنده کار است. بر رسم ازی که آل امو تحلیل و تجزیه شما درست بود نوشته بکنیم، من به تو یک قلم را تحفه می دهم. سوال اول، ما و شما در جمله سازی آلمانی گفته بودیم که انجام دهنده یا فاعل کار کلمه اول. در جمله بالا فاعل یا شخصی که کار انجام میده فعل ما چی است؟ امو فعل کی میخواد انجام بده؟ امو شخص کی است که ما در اولین کلمه آلمانی خود در جمله امو را تذکر بودم. من، کاملا درست، من یا ایش 100%. کلگی فهمیدین که فعل چی است و کسی که انجام میده من در روی جدول ما نوشته است من. ایش. من ترجمه شد. هر کلمه که از اینجا کم میشه در اینجا نوشته میشه، زیرش خط میکشیم تا فکر ما درگیر نشود. در جایگاه دوم همیشه چی میامد؟ فعل. جایگاهش ثابت است. فعلی که در اینجا وجود داره فعل ما چی است؟ فعل ما در جمله چی است؟ یک تعداد نوشته میکنه دادن، یک تعداد تحفه نوشته میکنه. ببینین دوستان عزیزم، از لحاظ طرز تفکر زبان فارسی شما ملامت نیستین. دادن یا گیبن خودش یک فعل است، اما زبان آلمانی برعکس زبان ما و شما با کوچکترین اتفاقات خودش یک فعل مخصوص خود داره. در زبان آلمانی خود تحفه دادن یک فعل است. خود تحفه دادن یک فعل است که این فعل تحفه دادن با آلمانی شنکن میشه. گیبن به معنای دادن، شنکن تحفه دادن، هدیه دادن. پس فعل شنکن به شخص اول، تحفه دادن شنکن. تحفه دادن. قانون صرف فعل به خاطر یک بار تکرار شود. برای شخص اول چی بود؟ ان حذف میشه، جاگزینش ای میشود. پس وقتی که ان حذف شود جاگزینش ای شود، ایش شنکه. تا این قسمت ما گفتیم من تحفه میدهم. حالا سوال ایجاد شده که با تو یک کلم را کدامش اول نوشته بکنم؟ در زبان آلمانی اسمی که داتیف است یا با داره، اسم داتیف یا برا اول نوشته میکنیم. در اینجا با تو مفعول غیر مستقیم یا داتیف است. حال با اسم ها یا ضمایر فاعلی حالت مفعولیش سراغ آرتیکل نمیگردیم که تو آرتیکلش چی است که با بسازه. ما این جدول درست کرده بودیم، جدول داتیف یا با و جدول اکوزاتیف یا را. در اینجا ما و شما کلگی میفهمه که تو را دو میگفت، با که بگیره با تو شوه دیه را کلگی میفهمه که به معنای با تو. پس با تو نظر به این که با داره اول با میایه بعد از او را میایه. ایش شنک دیه. کار ما آسان شد. تنها چیزی که ماند یک قلم را. میاییم پروسه امروز به کسانی که میگفتن تکرار شوه، انال یک بار در پایین تحلیل و تجزیه میکنیم که یک قلم را از کجا پیدا میشه. باید در قدم نخست ما بفهمم که قلم چی میگه با آلمانی. قلم با آلمانی میگن der Stift.
وقتی که قلم der Stift بگوید قلم را چی میگه؟ قلم را. فعلا یک قلم را ترجمه نکنین. der Stift که قلم بگوید. قلم را چطور میتونیم نظر به جدول بالا قلم را چی میگه؟ گفتم یک قلم را ما نگفتیم، تنها قلم را میگم چی میگه. قلم را. آفرین یوزر، آفرین تتو رامین. جواب اصلی را شما دادین. ما فعلا نامدیم از پیش شما ایره نپرسان نکردیم که یک قلم را چی میگه. قلم که der Stift شوه، der قلم را den Stift. حالا میگیم قلمه که der Stift بگوید یک قلمه چی میگه؟ یک قلم گفته بودیم اسمهایی که آرتیکلش der باشه وقتی که باورا نگیره ein میشود. پس یک قلم هم فهمیدیم که میگن ein Stift. ein Stift به معنای یک قلم. حالا بحث اساسی ما رسید. یک قلم را گپ بین این ein Stift و den Stift ماند. یک ein Stift داره، را den Stift داره. اشتفتایشان یکی است. اشتفت یک دانش میه. جنگ میان کی مانده؟ یک و را که ein یک و را den. قانون پیشتر لحظات قبل چی بود؟ اینا با هم سازش میکنه. دین با این میگه ما تو اجازه نداریم که اردوی ما در این محفل بریم. در خانه اشتفت اردوی ما اجازه نداریم بریم پیش رویش استاد شویم بگویم مام یک هستم ما دین هستم ما این هستم ما دین. دین برش میگه بیا ما دو حرف اخیرت بر تو میتم تا این که ام یک تو شوه و ام رای ما شوه. پس این میایه این دو حرف اخیر دین چی است؟ einen Stift. به معنای یک قلم را. پس جمله ما را یک قلم را در فرمول انداختیم. به خاطر که در آینده اگر کسای einen Stift میخانیکی حفظ کرده بودن حالا دیگه هر اسمی که باشه در این فرمول مندازش. پس میگه یک قلم را تنها مانده بود. یک قلم را در فرمول ما بر آمد einen Stift. جمله یک جمله شد که کاملا از هر لحاظ درست و تکمیل.